ماشین بازیگران دسته روشن کلوب به صدمه دچار شده است. حادثه هفته گذشته در شاهراه خوجند دوشنبه هنگام بازگشت از تاشکن روی داده است. در ماشین 5 نفر قرار داشتند. 4 نفر جراحت‌های سبک برداشتند، در حالی که یکی از آنها آسیب جدی دیده است. رهبریت دسته روشن سبب صدمه را کفیدن بالون ماشین گفتند. حالا جمشید مخصوموف یکی از بازیگران روشن که در صدمه آسیب جدی دیده است زیر نظارت طبیبان قرار دارد. این صدمه در حالی رخ داد که دسته روشن در بازی با دسته تراکتور با حساب 0-7 مغلوب شد. بعد تنقیدهای زیاد سرمربی دسته وضعیت را شرح داد. ما 3 روز در راه هستیم. ما 3 روز در فرودگاه ها، از این فرودگاه به اون فرودگاه، از تاشکند به دهلی، از دهلی به اینجا آمدیم و 12 ساعت 13 ساعت در هر فرودگاه فقط انتظار کشیدیم تا برسیم اینجا. و وقتی به اینجا آمدیم دیشب شرایط بدنی تیم ما بسیار بد بود. ما حتی یک ریکاوری ساده هم نتوانستیم بکنیم. تمرین ساده کردیم که بتونیم به این بازی فقط برسیم. بعد تنقیدها در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران حمایت از دسته کرده ایستادند. رهبریت دسته خبر داد که با دستگیری‌های زیاد روحیه بازیگران دوباره بلند شده است. دسته روشن یکی از دسته‌های سرمخلص در منطقه کلوب حساب می‌رود. این دسته در سالهای گذشته با مشکلات مالی روبرو شده یک چند بار پراکنده شده است. اما در 4 سال اخیر با سرپرستی بازار حاجی شریف در لیگ عالی اشتراک می‌کند. امسال دسته روشن به بازی‌های لیگ قهرمان‌های دوم آسیا راه یافته است. اما در 4 بازی تا امروز گذرانده‌اش در این مسابقه برده نداشته است.